خب سلام عزیزان دل. خب ما مثل بنده خدایی که با امکانات خیلی کم تولید محتواش رو در واقع شروع کرد، ما با یاد و نام پروردگار و تمام افرادی که شکست خوردن و موفق شدن و باز شکست خوردن و هی موفق شدن، انشالله شروع میکنیم تولید محتوا کردن برای بچه هایی که توی بحث استعدادیابی ورزشی و دغدغه استعدادیابی ورزشی که در واقع یک کیفیت زندگی محسوب میشه و خیلی از خانواده‌ها بهش فکر نمیکنن. من خودم هم خیلی عجیبه اصلا بهش در واقع توی زندگیم فکر کردم و درگیرش شدم و اینکه چجوری این ماجرا رو بیایم کار کنیم و به بچه‌هایی که در واقع توی زندگی با ما همراه هستن، توی مسافرتی که تو زندگی با هم هستیم و در این زمان کوتاه زندگی انشالله بتونیم یه کمکی به بچه‌ها بکنیم با کیفیت‌تر، باحال‌تر زندگی کنن و لحظات خوبی رو داشته باشن. ببینید، ما در مورد یه الگوی پرورش بلند مدت ورزشکار میخوایم در واقع صحبت کنیم و کار کنیم. توی این مسیر هم هر کمکی از دست من بر بیاد به خانواده ها، به دوستان و عزیزان دل، همه همشهریا، اینوریا و اونوریا، در خدمتون هستم که بتونیم یه کمکی به بچه ها مخصوصا بکنیم زندگی با کیفیتی رو بر خودشون انتخاب کنیم. اما استعدادیابی ورزشی به روش LTAD کانادایی یا الگوی پرورش بلند مدت ورزشکار شامل 7 مرحله است که مرحله اولش مرحله شروع فعاله، یعنی بچه توی سنین پایه، حالا بستگی به بچه فعال و شیطونتون داره که معمولا بچه ها از 3-4 سالگی به بالا دیگه شیطونیاشون شروع میشه و دویدناشون خیلی خوب هستش. میگه توی این مرحله 4-5 تا 6 سالگی 7 سالگی باید شروع فعال داشته باشن و خیلی اکتیو باشن. مرحله دومش هم باز مرحله مهارت‌های بنیادیه، یعنی بچه ها باید فاندامنتالز رفتار کنن و مهارت‌های بنیادیشون، پرتاب کردن، گرفتن، دویدن، پریدن، اینا رو تقویت کنن و خوب بشن. مرحله سومش مرحله یادگیری برای بازیه. یعنی چی؟ میخواد یه بازی رو انجام بده، باید اون بازی رو یاد بگیره دیگه، اون بازی رو یاد بگیره که بتونه بازی رو انجام بده و learn to play. و مرحله تمرین برای بازی یا تمرین برای تمرینه که train to play، یعنی باید تمرین کنه که یه بازی رو بهتر انجام بده. این یعنی یه مرحله میاد بالاتر و سنش نسبتاً بالاتر میره. و مرحله پنجم مرحله تمرین برای رقابته. ما یه مسابقه ای رو مثلا برای بچه ها تدارک میبینیم، train to compete. بچه باید تمرین کنه که توی اون رقابت مثلا موفق باشه و بتونه اهل رقابت باشه با همسن و سالای خودش و حس خوبی از رقابت کردن و لذت بردن از رقابت داشته باشه. مرحله ششم مرحله تمرین برای پیروزیه که ما بچه ها معمولاً تمرین میکنن ولی خب خیلی یادگیری پیروزی رو در واقع نداریم، یعنی مربی‌ها پیروز شدن رو یاد نمیدن به بچه ها. حالا ما معمولا توی مثلا حالا آموزش شنایی که من دارم برای بچه ها، از همون اول روش های پیروز شدن توی رقابت با بچه هایی که با خودشون دارن در واقع یاد میگیرن شنا رو بهشون یاد میدم و بهتره که یادگیری پیروزی هم حتما بچه ها train to win یا در واقع برای پیروز شدن رو داشته باشن. این الگوی کانادایی. مرحله هفتمش که مهمترین مرحله است مرحله فعالیت جسمانی در سراسر زندگی که ultimate for life، یعنی توی کل زندگیمون ما اون ورزش رو بیایم
انجام بدیم و از اون ورزش کردن لذت ببریم و یه بخش مهمی از زندگیمون باشه و از اون ورزش کاملا لذت ببریم. ممنون که به من گوش دادید.